خب عزیزم دهن تو واکش. خیلی میترسم. ترس نداره عزیزم. یه سوزن اندازی سر سوزن برو. با این دستکش آخه صبح به خدا ظرف شستم خدشون. وای تکسی خطر جمع باشین تمیزه. اصلا آقا شما کارتون خوبه؟ بابا من که دکتر نیستم، من فله خانم دکتر قدوسی هستم. ایشون هم کارشون بی‌نظیره، توی تربت حرف اولو میزنه. ببین چقدر شلوغ صفمون. آره شما خیالتون از اون بابت راحت باشه. شما فقط دهن تو واکش. باز کن، باز بیشتر باز کن، نخوره دلوت. خدا نکرده خطرناک. باز کن دیگه عزیزم. خدا باز نمیشه. پس تو ایشون نو میخوری به سختی. ای بابا من چیکار کنم خودت تو. وا کن. آتر. ای زارم. چی این عزیزم خیلی فکت. باز کن. اصلا با هم زدی بابا. خانم منشی ابزار دهن واکش رو بده. آقای دکتر این چیه؟ جان نه اینو نه، این قدیمی شده، این جدیده رو بده میزنم. خب